امروز هم گذشت. خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند، خیلی ها نفس کشیدند، خیلی ها از نفس افتادند، خیلی ها آمدند و خیلی ها رفتند. کسانی که آمدند شاید برای همیشه نمانند، ولی کسانی که رفتند برای همیشه رفتند. زندگی بسیار سخت است، اما به سختیش می‌ارزد. مهم آن نیست که دنیا نامرد است، مهم آن است که ما مرد باشیم و قدر همدیگر را بدانیم. شاهپرک به خرس گفت دوست دارم. خرس گفت حاضر میخواهم بخوابم، باشد وقتی که بیدار شدم حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر شاهپرک فقط 3 روز است. همدیگر را دوست داشته باشید. بیایید ساده ترین چیزها را در زندگی از همدیگر دریغ نکنیم. محبت، صداقت، حرمت همدیگر. ما انسان ها مثل قلم های رنگه ایم. شاید رنگ های دوست داشته همدیگر نباشیم، ولی روز برای پورسازی تصویرمان همدیگر را میکنیم.